رقابت این دو پهلوان حریف اسپاسیتا معین می شود. توجه میکنیم به خواجه‌زاده بهروز چگونه که هنرنماییش رو قبلا مشاهده کردیم در مبارزه با حاجک. فکر میکنم اونقدر برقرار نشده بود اون حالت کنونی پهلوانی ما برای مبارزه. بعد از ناکامیش از سبقت 4-1 نهایی حق شرکت در این رقابت تسلی بخش رو پیدا کرد و ستون باشد از باسیل پهلوان ایتالیایی مغلوب شد و در این سبقت تسلی بخش پهلوان شویتساریا با ورزشگری مو نیرو سنجیده ایستاده است. توجه خواجه‌زاده حالا هم به همون مایلی بیشتر دارد که از بالا حریف رو خوب دارد یا سری هر دو آستین رو نه. فشاری دست فشاری هایی که هستند اینجا خواجه‌زاده رو داور شیدا داد. واساری خیلی همالی جالبترین فرصت رو خواجه‌زاده خوب استفاده کرد، مثل همون عملی که در مقابل پهلوان قزاقستانی انجامش داده بوده. سماگولوف رو چگونه مغلوب کرد، اما پرتابی پهلوان قزاقستانی در آن اثنا ایپام بود و در این فرصت ستون را پهلوان ما بزری زد. دوباره کوشش میکند که این حالت رو هم باز تکرار کند. امتیازهای ضروری برای البته قوی کردن موقع خیش برای خواجه‌زاده بهروز خیلی هم مفیدند. با استثنای این مسابقات باز هم شیدای دویم با پهلوانی ما. حالا 2 دقیقه دیگر در اختیار مته امری که مته بود. دوباره توجه میکنیم به حالت به هم آمدن هر دو پهلوان که داور در شبهه است. اوی انا همون جفت شدن و حرکت غیر قاعده که کرد واقعا نگران کننده بود. حتی ببینید چگونه چرا به این کار دست زده، این عملی که سامانش داد و واقعا هم باعث نگرانی بود، اشتباه بود. خواجه‌زاده که تجربه غنی داشت و این کار نمیکرد.